یک بودجه را اختصاص بکنه، بگو اینه خرما خریدم به خاطر از اینکه یک مسلمان او را بخورد، او را بتن تنظیمش بکنه. هرگاه تو به نام والدینت که وفات کرده اونا زخم محتاج هستن و یک وقت ما تو هم محتاج میشیم. اونا انتظار از این میکشن که کسی برش دعا بکند. ما و تو هم یک روز محتاج میشیم. پس تلاش بکنین که چیز را برای والدینتان بفرستید و بهترین وقتش است، بهترین زمانش است. این پول برای ما شما نمیماند، این عمرم به ما تو نمیماند. خوبی هایی که اونا با تو کرده، پیشاب تا پاک کرده، تو آماده هستی که پیشاب کسی را پاک بکنی؟ ولی او از تو را پاک کرده. شب برات خیسته و به گریان تو جواب داده است. تو آماده هستی که چنین کاری بکنی؟ انگامی که مریض می شدی آنقدر جگرخون می شدن که اگر تو آل صاحب فرزند هستی به خودت بیا که تو به فرزندان چقدر جگرخون میشی. سر تو جگرخون شدن به خاطر تو نمازش را قضا کردن، والله به خاطر تو گای حرام خورده، والله به خاطر تو کار ناروا را انجام داده است، به خاطر تو دشمنی کرده، به خاطر تو دوستی کرده. بنابراین حق از اونها بیشتر است. لطف بکنید در ماه مبارک رمضان یک سلسله خوبی ها را مشخصا به اونها بده و کوشش بکنید که الله اونها را ببخشه. الله درجاتشان رفیع بگرداند. الله سختی هایی که با اونها روبروستند الله او را برش ببخشد. خداوند متعال توفیق مزید عبادت و نصیب ما و شما بکند. رب العالمین مشکلات دنیا و آخرت ما شما را الله حل